آریانا سعید هنرمند مطرح و مشهور کشور در امریکا وفات کرد. دلیل حادثه ترافیکی آریانا سعید در امریکا چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی آریانا سعید و اسیب ساید نامزدش. اکنون آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند خوش صدای کشور، یکی از صداهای سریله و ماندگار در هنر موسیقی افغانستان که نام آریانا سعید و آهنگهایش با قلم زرین در هنر موسیقی افغانستان جای دارد. آریانا سعید عاشقانه به کارهای هنریش می پردازد. علاقمندان و طرفداران هنری آریانا سعید بیشمار است. آریانا سعید مدت می شود در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخته است. آریانا در این نهاد به کارهای هنری و رسانه‌ایش پرداخته است و همواره خواسته است با کارهای هنریش صدای خود را در مقابل بی‌انصافی ها و بیقانونی ها در مقابل زنان افغانستان بلند کند. اما تصاویر آریانا سعید این روزها که در صفحات مجازی نشر می شود که گویا وی در امریکا وفات کرده است کاملا دروغ و بی بنیاد است. آریانا سعید دارای صحت کامل بوده است ولی به دلیل مصروفیت های سیاسیش مدت می شود کاملا از کارهای هنریش بدور است. آریانا هنرمند بی‌بدیل کشور است که وی در مدت خیلی کوتاه توانست جایگاه هنری خاصی برای خودش کسب کند. ما هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا داریم. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.